خب بعد یکم تمرین حالا بریم ببینیم چیا داره اینجا. از این هلوها داره. البته سم نزدیم هلوهاش چیز شد، خراب شد، ولی باز قابل خوردن هست. بلال داریم و خیار. چند تا خیار اینجا در اومده. اینا قابل خوردنه، خیارهای درختی خیلی خوشمزه است. و اینا درخت گوجه سبز بوده که آلوچه هاش تموم شده. این هم آفتاب گردون، این هم همه آفتاب گردون. این هم درخت سیبه، سیبایی روشو میشه دید. این 3-4 تا اینجاست شده اینجا. سیبا رو میشه خورد، باشون میشه چند. ولی یه وبلاگ غذا درست کردن هم میذارم برد. این هم حالا چیزمونه و